کسانی که زنهای بیگانه را به ملاقات دعوت میکنند و با آنها صحبت میکنند، آنها اگرچنده که با یکدیگر نزدیک هم که نشوند، پیغمبر خدا گفتند العینان تزنیان و زناهما النظر، چشمها هم زنا میکنند. گفت پیغمبر و زنای چشم این نگاه کردنی خیلی با خرسندی به سوی یک زنی بیگانه هست. وقتی وی ملاقات دعوت میکند، با او با چشمهای خود به سوی این زن نگاه میکند و این زن با سوی این مرد نگاه میکند، دست دراز میکنند، با یکدیگر سلام میکنند، اینها همچنان در نزد خداوند تصور کنند که زناکار نویسانده میشوند. اینها حق ندارند. تا اگر چگونه یک پیغمبر خدا میگه النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت من است، کسی اگر از نکاح من رو میگرداند وی از امت من نیست. اگر خواهش داری همان دختری که با او ملاقات میکنی به نیت ملاقات کن که وی تو میگرفتگی باشی. یعنی اسلام اجازت میدهد که همان زنی را که شما میخواهید که در نکاح خود درآرین وی با همراهی او صحبت جداگانه داشته باشید، یعنی با او رو پرو شوین، نه به سلام، بلکه با او مصلحت کنین، راز دل یکدیگر را گویین. اگر معقول شوین مرحمت، معقول نشوین وی راهش جدا، راه تو جدا هست.